به حالت رسید، شخصیت دید که جناب پیغمبر چقدر وحشیانه و بیرحمانه این بدبخت ها ضرب دارند. حتی دلش در رحم آمد، به سوی حضرت ابوبکر شمشیر از غلاف کشید، گو قسم به نام الله هر شخصیت بگویه که محمد مرد، من سری او را از تنش جدا برآوردند، گوش و بینیش بریدند، چشمهاش از سرش کافته بیرون کردند، حتی زبانش از حلق جدا کردند. متاسفانه امروز بسیاری سخنها و صحبتهای ما زبانی هست، از دل نیست. اگه زن بردن، جناب پیغمبر در گوشه ایستاده بود، زن در نزد پیغمبر بزرگوار دو زانو زد، از لبی دامن مبارک بوسه کرد. هر شخصیتی که من دوست داشت همراهی من در جنت است. در قرآن برای من و شما می فرمایند که النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. الله مهربان می فرمایند که این پیغمبر بزرگوار، این محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برای مؤمنها از جان خود دیده بهتر و بالاتر است. یعنی از جان عزیز من و شما ده برای ما بهتر این پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم است. جناب پیغمبر در حدیث مبارکشون فرمودند که لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. گفتن ایمان کامل نداره یک کدام از شمایان حتی این که من برای او دوست داشته تر باشم از پدر و مادرش، از فرزنداش و از تمام مردم. یعنی اگر من و شما برادران عزیز بزرگوار این پیغمبر بزرگوار از جان شیرین، از پدر و مادر، از زن و فرزند و از تمام مردم بالاتر دوست نداریم، ایمان ما ایمان کامل نیست. اگر من و شما بخواهیم که ایمان ما به کمال برسه، به بودی برسه، ایمان حقیقی و واقعی شوه، برای من و شما ضرور است برادران بزرگوار که این پیغمبر بزرگوار از تمامی هستی بالاتر و زیادتر دوست بداریم. حتی در روایت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتند که ثلاث من کن به وجد فیه حلاوت الایمان. سه چیزی هست که این سه چیز در هر شخصیت باشه، او شخصیت حلاوت ایمان احساس میکنه، از ایمانداریش حلاوت احساس میکنه، لذت میبره، راحت میکنه، لذت ایمان یعنی که حس میکنه. یک کمی از اونها پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتند من کان الله و رسوله احب الیه مما سواه. یکمش این است که برای او انسان الله و رسول از تمامی هستی زیادتر دوست داشته تر باشه. یعنی هر انسانی که الله رسول الله از همه هستی زیادتر و بالاتر دوست داشت، او شخصیت از ایمانداریش حلاوت احساس میکنه، از ایمانداریش یعنی که لذت میبره، حلاوت و لذت ایمان حس میکنه. متاسفانه امروز که من و شما از عبادت مو لذت احساس نمیکنیم، از ایمانداری مو لذت احساس نمیکنیم، سببش این است که در دلهای ما، در سینه ما محبت الله و پیغمبر خیلی کم رنگ است، خیلی سست است. امروز در دل ما محبت دنیا جا کرده است، محبت زن و فرزند جا کرده است، محبت پول و مال و ثروت و منصب جا کرده است، اما محبت خدا و پیغمبر خیلی خیلی کم رنگ است. برادران عزیز بزرگوار، اصل باید من و شما محبت از اصحاب پیغمبر، از اصحاب بزرگوار درس بگیریم. اصحاب بزرگوار پیغمبر، جناب پیغمبر از جانشون، از مالشون، از تمامی هستیشو بالاتر و زیادتر دوست می داشتن. ما حتی جمعه گذشته هم گفته بودیم که اهل اصحاب یک مقاله، یک گفتار داشتن که این گفتارش رو از تحت دل بود، واقعا مثل ما واری از زبان نبود. متاسفانه امروز بسیاری سخنها و صحبتهای ما زبانی هست، از دل نیست، اما اون مقاله و گفتار اهل اصحاب از دل بود، از جان بود، واقعی و حقیقی بود. گفتارشون چی بود برادران عزیز؟
میگفتن فداک ابی و امی، یا رسول الله پدر و مادرم فدای شما باد، فداک نفسی فداک روحی، جان من، نفس من، روح من، همه من فدای شما باد یا رسول الله. در اصل اونها فدا کردن برادران عزیز بزرگوار. حتی غیرت و همت ما به اندازه یک زنی دور پیغمبر امروز نمانده است برادر عزیز بزرگوار. حضرت سمیه مادر حضرت عمار زن حضرت یاسر، وقتی که این محبت پیغمبر در دلش جا شد، وقتی که مولاش به خاطر ایمان آوردن او را عذاب میکرد، حتی کشته شد. با روایتی که از بین دو پاره شد، از راه ایمانداری و اسلامداریش نگشت. یکمین شهید راه خدا یک زن بود، یک یعنی عورت بود، غلام زن سیاه بود که وقتی محبت این پیغمبر در رگ و یعنی در دل وی جا شد، از این راه نگشت، حتی در این راه جان عزیز فدا کرد. حضرت حمزه که عمک جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که حضرت شکمش چاک کردن، جیگرش از درون شکمش بیرون برآوردن، گوش و بینیش بریدن، چشمهاش از سرش کافته بیرون کردن، حتی زبانش از حلق جدا کردن. وقتی محبت این پیغمبر بزرگوار در دل او جا بود، از این راهش نگشت. برادر عزیز بزرگوار، ما گفتیم که باید محبت از این اصحاب بزرگوار ما درس بگیریم. حتی روایت میکنن که یکی از زنها در یک غزوه از اهلش 3 نفر شهید شد، 3 نفر کشته شد. وقتی که اون یعنی میت ها را، مرده ها را به سوی مدینه بعد از غزوه می آوردند، تمام مردم پیشواز برآمدند. هر کسی برای پیشوازی جنازه شوهرش، برادرش، دیگر رفیق و نزدیکش پیشواز برآمدند. این زنم پیشواز همراهی مردم برآمد. مردم دیدن که یعنی که تابوت پدرش آورده، مرده پدرش آورده سادن. شخصیت های در کنارش بودن، از دستهای این زن گرفتن، از دستهاش داشتن. تن خیلی مصیبت و داغی سخته به بالاش، مرگ پدر خیلی مصیبت میان شکنی هست. وقتی پدرش آوردن، این زن به سوی پدرش نگاه نکرد. سبحان الله. گفتن ای زن، این پدرت هست، این یعنی تابوت و مرده پدرت هست. زن گفت شناختم پدرم هست، بره به سوی خانه. داخل مدینه دراره، از قفای وی جنازه شوهرش آوردن. گفتن شوهرت هست، رفیق حیاتت، یعنی شخصیتی که سرپوشت بود، نگهبانت بود، پدری فرزندات. گفت شناختم، به سوی خانه ببره. از قفای وی جنازه برادرش آوردن، مرده برادرش آوردن. تن برادرت هست. گفت شناختم، بره به سوی خانه ببره، سوی مدینه داخل کنه. و مثلی یک شخصیتی که چیزی میکنه و هر سو در جستجو و در سراغ بود. شخصیت هایی که در کنارش بودن گفتن ای زن، از شما فقط همین 3 نفر در غزوه بود، پدر، برادر، شوهر، هر 3 مردش آوردن، نگاه نکردی، در جستجو و سراغ کی هستی؟ میگه این زنگو که جنازه جناب پیغمبر در کجا هست؟ جناب پیغمبر در کجا هست مردش؟ گفتن جناب پیغمبر نکشتن. گفتن جناب پیغمبر زنده هست. البته را منافقا یک فتنه انداختن در مدینه منوره که پیغمبر بزرگوار گویا در غزوه کشتند، شهید کردند. این زن گفت من شما را باور نمیکنم، تا دیدار جناب پیغمبر را نبینم من شما را باور نمیکنم. اگه زن بردن، جناب پیغمبر در گوشه ایستاده بود. زن در نزد پیغمبر بزرگوار 2 زانو زد، از لبی دامن مبارک بوسه کرد. گوی یا رسول الله، قسم به عظمت و جلال الله، بعد از مصیبت شما هر مصیبت باشه برای من آسان است. پدرم وفات کرد،
برادرم شهید شد، شوهرم شهید شد، من این مصیبت ها را طاقت میکنم، اما طاقت مصیبت شما را ندارم. یا رسول الله هر مصیبت باشه برای من طاقت آور است، اما طاقت مصیبت شما را ندارم. برادری عزیز و بزرگواری من، شخصیتی که امروز دعوا داری که امتی محمد رسول الله هستی، آیا به اندازه یک زن این پیغمبر را دوست می‌داری یا نمی‌داری؟ آیا به اندازه یک زنی که از بحری همه نزدیک ها گذشت، اما وقتی که دیدار جناب پیغمبر دید دلش آرام گرفت، گو هر مصیبتی باشه برای من طاقت آور است. برادران بزرگوار من، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ابتدای اسلام بود. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در کنار خانه کعبه عبادت میکرد. بدبختای مشرک ها تنها پیدا کردن جناب پیغمبر، خیلی ضرب کردن، خیلی آزار دادن، خیلی شکنجه کردن، خیلی تحقیر کردن، حتی به حالت رسید شخصیت دید که جناب پیغمبر چقدر وحشیانه و بیرحمانه این بدبخت ها ضرب دارند، حتی دلش در رحم آمد، به سوی حضرت ابوبکر فریاد کرد، گفت ادریک اخاک، ای ابوبکر، گفت برای برادرت دریاب کن، برای که این بدبختای مشرکای بیرحم و بی انصاف برادری تو را در ضرب میکشنش. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه آمد، پیغمبر بزرگوار را در آغوش گرفت، گفت ای بدبختا، آیا شخصیت میگوید که ربی الله، ربی من الله هست، میکشش؟ به حال خودش بگذار عبادت و بندگیش کنه. این بدبختا میگه در غضب آمدن، جناب پیغمبر را گذاشتن، حضرت ابوبکر با چنان ضرب و لطه کردن که حضرت ابوبکر از همه بیخود شد. حتی حکایت میکنن که روش چشمها با رو همه یک شد، با چنان یعنی از حد زیاد ضرب و لط کردن. وقتی حضرت ابوبکر صدیق به سوی خانه آوردن، چند مدت بیخود بود، بیهوش بود، بیاد بود. وقتی که چشمها را کشاد، مادری محترمش در تار سرش نشسته بود. چشمها را کشاد، مادرش گفت ابوبکر فرزندم، جانی من، چند روز می شود بیخود هستی، بیاد هستی، بخیز یک طعام، یک شراب، یک چیزی بخور، گرسنه هستی. اما این ابوبکر چی جواب میگوید؟ میگوید مادر، حال محمد چگونه هست؟ محمد در کدام حالت است؟ این بدبختا من اینقدر ضرب و لط کردند، آیا با پیغمبر بزرگوار چگونه مناسبت کردند؟ مادر گفت فرزندم نمیدانم، گفت حال محمد. حضرت ابوبکر گفت قسم به عظمت و جلال الله، تا دیدار جناب پیغمبر نبینم من در این لبم نه طعام و نه شراب نمیزنم. اون لحظه من سیر میشوم، اون لحظه من شراب می نوشم، طعام میخورم که ببینم که دیدار محمد رسول الله خوب است، حال محمد رسول الله. این محبت اونها بود. وقتی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم وفات کرد، بندگی کرد، شخصیت از حجره مبارک گریان و نالان بیرون شد. مات رسول الله، جناب پیغمبر وفات کرد، بندگی کرد، گفته گریان بیرون شد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شمشیر از غلاف کشید، گفت قسم به نام الله، هر شخصیت بگوید که محمد مرد، من سری او را از تنش جدا میکنم. یگان شخصیت حق نداره بگه محمد مرده است. محمد به دیدار الله رفته است. چی نوعی که حضرت موسی در کوه تور میرفت با خداوند صحبت میکرد می آمد، محمد و رسول الله دیدار الله رفته است باز می آید. یعنی این محبت اونها بود. وقتی جناب پیغمبر وفات کرد، تمام اهل اصحاب خود را گم کردند. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه می فرمایند که در بار یک دیوار در زمین افتاده بود، با سوی یک جانب نگاه میکرد، چیزی را نمیدید و چیزی را نمیشنید. خیلی مصیبتی میان شکن و قامت شکن به بالاشون آمده بود.
براشون خیلی دشوار بود. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وقتی که بعد از وفات جناب پیغمبر در محراب جناب پیغمبر امامتی میکرد، در درون نماز ناگاه جناب پیغمبر در یادش آمد. حضرت میگه از هوش بیهوش شد، در زمین افتاد. در نمازم خمی ابروی تو بر یاد آمد، مدت رفت که محراب به فریاد آمد. اون محبت اونها بود برادران عزیز بزرگوار. برای من و شما هم ضرور است ما باید محبت از این اصحاب بزرگوار درس بگیریم برادران عزیز بزرگوار. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در روایت فرمودند که من احیا سنتی فقد احبنی و من احبنی کان معی فی الجنه. تن هر شخصیتی که یک سنتی من زنده کنه او من دوست داشته است. هر شخصیتی که من دوست داشت همراهی من در جنت است. برادری عزیز و بزرگواری من، فایده محبت پیغمبر این است که من و شما یعنی که در آخرت در جنت همراهی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میشیم اگر امروز دوست بداریم. حتی در روایت پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم تن که انسان ها در آخرت در جنت همراهی شخصیت هایی هستند که در دنیا اونها را دوست می داشتند. اگر من و شما برادران عزیز و بزرگوار این پیغمبر بزرگوار، این پیغمبر مهربان، این پیغمبر بزرگوار و دلسوز اگر دوست بداریم، ان شاء الله رب العالمین در آخرت در جنت همراه این پیغمبر بزرگوار هستیم. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه وقتی جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات کرد، بچنان حضرت بلال دوست می داشتن که دیگر طاقت نکردن، از مدینه بیرون شدن. گفتن من این مسجد و محراب و منبر پیغمبر به پیغمبر دیدنش طاقت ندارم. حضرت ابوبکر مانع شدن، گفتن ای بلال ما به تو محتاج هستیم، احتیاجی داریم، تو مؤذن جناب پیغمبر بودی، تو بیست یعنی وظیفه مؤذنی را پیش ببر. حضرت بلال گفتن که من دیگر طاقت ندارم. حضرت ابوبکر نگذاشتن، نماندن بلال برای از مدینه بیرون شدن. حضرت بلال گفتن ای ابوبکر اگر من برای خودت آزاد کرده باشی من این لحظه در اختیارت هستم، اما اگر من به خاطر الله آزاد کرده باشی بگذار من به حال خودم باشم. این بلال وقتی که از مدینه بیرون شد یک مدت از بین گذشت، حضرت بلال میگه در خوابش جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دید. گو ای بلال این چی جفا هست، برای چی که به سراغ ما نمیایی، به زیارت ما نمیایی؟ حضرت بلال میگه وقتی به مدینه را آمد تمام اهل مدینه حضرت بلال پیشواز گرفتن. تن ای بلال برا اذان بگو تا اینکه ما دور پیغمبر بزرگوار را به یاد بیاریم. شخصیتی بودی که جناب پیغمبر میگفت که ای بلال برای ما راحت ببخش، اذان تو جناب پیغمبر خوشحال میکرد. حضرت بلال رد کردن، گفتن من دل من طاقت نداره. اون لحظه یک پیغمبر بزرگوار حیات بود من برای جناب پیغمبر اذان میگفتم، دل من طاقت نداره دیگر. حضرت امام حسن و امام حسین 7 ساله کودک بودن، آمدن بسیار التماس کردن، گفتن ای بلال به خاطر ما اذان بگو. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه وقتی در میزنه برآمد، وقتی اذان گفتن، اذان گفت الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. و وقتی که به اشهد ان محمد رسول الله رسید، وقتی اشهد ان محمد رسول الله گفت، حضرت بلال میگه هوشش رفت، از تار میزنه آمد تازد. وقتی حضرت بلال از آن گفت در تمامی مدینه میگه ماتم و فیغان شد، تمامی زن و مرد از خانه بیرون شدن. گفتن آیا پیغمبر زنده شده است؟ آیا پیغمبر زنده شد؟ تمامی مردم میگه گریان از خانه بیرون شدن با سوی مسجد، یعنی گریان با سوی مسجد می آمدن تمام اهل مدینه. این محبتی بود که اونها داشتن. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه در سکرات موت افتاد، در حالت جانتی افتاد. وقتی که در سکرات موت بود تمام اون یار دوستایی که در کنارش بودن گریه میکردن.
یعنی از فراق بلال، از جداگی و از داغ بلال گریه میکردن. حضرت بلال گفت برای چی شما گریه میکنه؟ گفتم برای شما از بین ما میروی، صحابه بزرگوار پیغمبر، مؤذن رسول الله. حضرت بلال گفتم برای من گریه نکنه، تن شما برای خودتون گریه کنه. این لحظه ای که جان از بدن من بیرون شوه، من همراه جناب پیغمبر یک جای میشوم، من نزد رسول الله میروم. من از این مرگ غمگین و ناراحت نیستم. مولانا این حالت در نظمش آورده. حضرت میفرمایند چون بلال از ضعف شد همچون هلال، رنگ مرگ افتاد بر روی بلال. وقتی حضرت بلال اثری یعنی سکرات موت وقتی در چهرش نمایان شد، جفتی او دیدش بگفتا وا حرب، پس بلالش گفت نه نه وا طرب. وقتی همسرش میگه دید که حضرت بلال در سکرات موت جان میدهه، همسرش گفت که وای جداگی، وای غمگینی، لحظه مصیبت بالای ما آمد، لحظه ناراحتی و غمگینی بالا ما آمد. حضرت بلال گفت نگو وا حرب، نگو بگو وا طرب، لحظه خرسندی بالای ما آمده است، من نزد رسول الله میروم. تا کنون اندر حرب بودم زیست، تو چی دانی مرگ چون عیش است و چیست؟ این همه گفت و رخش در عین گفت، نرگس و گلبرگ و لاله می شکفت. تا برو و چشم پر انوار او، می گواهی داد بر گفتار او. حضرت بلال میگه این جمله ها را یعنی از تحت دل میگفت، نه اینکه ظاهرا. گفت جفتش الفراق خوشخصال، گفت نه نه الوصال است الوصال. همسرش گفت که ای شوهری عزیز جدا میشویم، جداگی میروی، یعنی درون قبر لحد میروی. حضرت بلال نگفت، گفت وصال بگو، من دیدار میروم، دیدار جناب پیغمبر نزد رسول الله میروم. تو فراق نگو، وصال بگو. گفت جفت امشب غریبی میروی، از تبار و خیش غایب میشوی. همسرش گفت که امشب اکو غریبی میروی، حالت تنهایی لحد میروی. حضرت بلال چی جواب گفت نه بلکه امشب جان من میرسد خود از غریبی در وطن. ای یعنی همسری مهربان گفت من غریبی نمیروم، من از غریبی نو خلاص میشم، من نزد رسول الله رفته ایستادم. یعنی که این محبت برای اونها بود. برای من و شما هم برادران عزیز و بزرگوار ضرور و لازم است که این پیغمبر بزرگوار را دوست بداریم. برای من و شما لازم است که این پیغمبر بزرگوار را از جان و از تمامی هستی زیادتر و بالاتر دوست بداریم.